ما الان توی سرازیری هستیم و وقتی ریتارد میکشم به نظر من ریتارد قابل قبولی هستش و مرحله پنجمش انصافا خوب نگه میداره، یعنی در حد یه ترمز شدید میشه روش حساب کرد. حالا باید بریم جلوتر ببینیم توی سرازیری‌های با شیب بیشتر ببینیم ماشین چجوری نگه میداره، یا آمپر میکشه این ماشین یا نه. من اگه بخوام این ماشین رو با مثلا یک 10 چرخی که قبلا باهاش سرویس رفتم، مثل اسکانیای شرکت میهن که خود من چند تا سرویس باهاش بار بردم جایی، این ماشین نرم بودنش به مراتب بالاتر از اونه، چون فکر میکنم به خاطر فاصله محوراشه. توی ماشینای میهن فاصله محور کم هستش و اتاق از محور عقب بیرونتر زده، به خاطر این یه مقداری اون ماشین لغت میزنه توی دستاندازا و توی موجای جاده ها، ولی این ماشین خیلی نرمتر از اون اسکانیاست. خب ما دیشب تا ساعت 11 شب رسیدیم حاجی آباد استان هرمزگان، و چون به بچه‌ها قول داده بودیم که تو سینه کشی‌های گردنه تنگزاقی ماشین رو از نظر درجه حرارت آب موتور و نوع دنده دادنش و شتابش رو توی اون گردنه یه تست بکنیم، خوابیدیم و راه افتادیم توی 30 کیلومتر دیگه. الان داریم تا گردنه تنگزاق بریم ببینیم انشالله سربلند بیرون میاد این ماشین یا نه، درجه حرارتش چجوریه، دنده دادنش چجوریه و قدرتش توی این سینه کشی‌ها به چه صورت. راننده ها تو این گردنه چالش زیادی دارن، شیب زیاد، حرارت زیاد، ترافیک بیش از حد، حجم کامیون‌های با بارای سنگین، کندرو تندرو که باید بالاخره جوری باید عمل کرد که بتونی ماشین رو با بهترین نحو ممکن که بهش فشار نیاد ببری و انشالله از تو تونل خارج کنی و سرازیر بشی به سمت بندرعباس. بدبختیش اینجاست، ماشین رو میاد تو سینه کشی نمیتونه راه بره. استارت اولیه چطور بود؟ خوبه نه، این ماشین کلا شتابش و قدرت موتورش نسبت به باری که داره خیلی قویه و قطعا خیلی بهتر از ماشینای اروپایی که تو جاده هستن الان داره شتاب میگیره.
سرعت اون 40 کیلومتر. 40 کیلومتر این شیب خیلی بالاییه تقریبا. وارد تونل شدیم، عینکمون هم برداشتیم. تمام ماشینا رو تو سینه کشی طبق فیلمی که گرفتیم همه رو مستند لوله کردیم اومدیم بالا. اینجا دیگه سرازیریه. حالا خب اینجا هم که الان ابتدای سرازیریه بعد از تونل تنگ زاغه. ما میخوایم ریتارد رو یه تستی بکنیم، یه پله. خب اینجا کامیون ممنوع هستش سبقت گرفتن، مجبوریم که یه 2 تا معکوس خوب بدیم که موتور دورش زنده بشه و با حالا یه تیشه بریم. خب دنده رو کردیم دنده 8، یه پله ریتارد خیلی قشنگ داره با یه پله. نیا کن بدون اینکه این پای پدال پای منم نیا کن بالاه. ببین این پای ما بالا خیلی قشنگ داره، ریتاردش هم داره جواب بده. البته خب این قانونش نیست که فقط با ریتارد ماشین نگه دارن، ولی خب ما برای اینکه قدرت ریتارد رو ببینیم چقدره، البته ریتارد هنوز 2 پله دیگه جا داره. این 4، اینم 5 که میزنید اصلا ماشاءالله ماشین وای میسته تو سرازیری. نگاه کن. حالا سربالایی اومدیم کلی هم ریتارد کشیدیم. آمپر آب ما تقریبا وسط هم تازه فکر میکنم یه نمه پایین تره، یه کوچولو هم پایین تره. میتونی بیایی جا بگیری؟ آره. این آمپر آبه.